سلام به همگی. تا حالا شده احساس کنید سر یه چهارراه بزرگ وایستادید و نمیدونید کدوم مسیر رو باید انتخاب کنید؟ امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون سوالای خیلی عمیق، از اون سوالایی که گاهی وقتا آدم رو فلج میکنه. یه سوالی که انگار مثل یه وزنه سنگین رو ذهن هممون افتاده. احتمالاً با خودتون فکر میکنید خب این سوالیه که از زمان سقراط تا حالا ذهن بشر رو درگیر کرده، درسته؟ اما واقعیت یه چیز دیگه است. یه چیزی که شاید غافلگیرتون کنه. این اضطراب، این حس سردرگمی، میدونید این یه پدیده کاملا مدرنه. بله، درست شنیدید. مارک منسون، نویسنده این بحث، معتقده که ما اصلا داریم سوال اشتباهی از خودمون میپرسیم. تو این برنامه قراره با هم ببینیم که چرا اصلا باید این نگاه به هدف رو بذاریم کنار و یاد بگیریم که چطور میشه یه سوال خیلی بهتر از خودمون بپرسیم. خب، اصلا چرا ما اینقدر درگیر این سوالیم؟ بذارید یه سفر کوتاه به گذشته بکنیم تا قضیه روشن بشه. ببینید، برای هزاران سال هدف زندگی یه چیز لوکس و فانتزی نبود، یه ضرورت خیلی ساده بود، زنده موندن. یعنی راستشو بخواید این جستجو ما برای معنا یه جورایی محصول جانبی همین راحتی و امنیت دنیای مدرن ماست. اجدادمون اصلا وقتی رو نداشتن که به هدف زندگی فکر کنن، چون تمام فکر و ذکرشون این بود که وعده بعدی غذاشون چی باشه. ولی ما چی؟ ما که از این دغدغه‌های بقا آزاد شدیم، یهو با این سوال بزرگ و فلج کننده تنها موندیم. خیلی خب، پس فهمیدیم که این یه مشکل مدرنه. حالا بیایید خود این ایده پیدا کردن هدف رو به چالش بکشیم و برای این کار با یه حقیقت تلخ اما خیلی خیلی قدرتمند شروع می‌کنیم. این جمله از چارلز بوکوفسکی، نویسنده‌ای که اصلاً اهل تعارف و شیرین زبونی نبود. اون از مرگ به عنوان یه فیلتر نهایی استفاده میکنه. فکرشو بکنید، وقتی یادمون میاد که زمانمون محدوده، یهو همه اون نگرانی‌های کوچیک، ترسای الکی و هدفهای پوچ رنگ میبازن. فقط چیزی که واقعاً مهمه باقی میمونه. و دقیقاً نکته کلیدی همینجاست. ما داریم سوال رو از یه هدف بزرگ و آسمونی و دست نیافتنی تبدیل میکنیم به یه کار مهم که زمینیه و میشه انجامش داد. اینجوری دیگه به جایی که درگیر یه سوال فلسفی بیپایان بشیم، یه چالش عملی جلوی رومون داریم که میتونیم واقعاً حلش کنیم. خب، پس اگه هدف جواب نیست، جواب چیه؟ اینجا دیگه میرسیم به قلب ماجرا. رضایت واقعی تو زندگی از یه جایی میاد که شاید هیچ وقت بهش فکر هم نکرده باشیم. این سوال اصلیه. آخه ببینید، همه ما چیزای خوب رو میخوایم، این که مشخصه. اما اون چیزی که شخصیت و مسیر زندگی ما رو مشخص میکنه اینه که حاضریم برای رسیدن به اون چیزای خوب چه سختی‌هایی رو به جون بخریم. این سوال خیلی بیشتر از آرزوهامون نشون میده که ما واقعاً کی هستیم. به این مثالای نگاه بندازید. همه ما نتیجه نهایی رو می‌خوایم. بدن ورزیده، استارتاپ موفق، رابطه عالی. اما آیا حاضرین فرآیند رسیدن بهش رو هم تحمل کنیم؟ اون درد عضلات، اون ریسک و شب بیداری‌ها یا اون گفتگوهای سخت و سازش‌ها؟ این دوتا از هم جدا نیستن. نمیشه پاداش رو بخوای ولی رنجش رو نه. این دوتا با هم میان. خود مارک منسون یه خاطره جالب تعریف میکنه. میگه تو جوونی آرزو داشته یه ستاره راک بشه. عاشق این بود که خودش رو روی صحنه تصور کنه و جمعیت براش هورا بکشن. ولی از اون کاری که باید برای رسیدن به اونجا انجام میداد متنفر بود. از اون تمرینای بیپایان، از جابجا کردن وسایل سنگین، از شکستای پشت سر هم. این مثال دقیقاً نشون میده که اون نتیجه رو میخواست ولی حاضر نبود برای مبارزش سختی بکشه. و دقیقاً به همین دلیل هم هیچ وقت ستاره راک نشد. اون رویا هیچ وقت واقعی نشد. خب، حالا که این چارچوب فکری جدید رو داریم، وقتشه که یکم عملیش کنیم. بیایید با چند تا سوال خیلی قدرتمند یکم عمیق‌تر توی وجود خودمون رو بگردیم. این سوال طراحی شده تا اون شور و اشتیاق‌های گم شده‌تون رو پیدا کنه. یه لحظه فکر کنید، اون خود 8 سالتون عاشق چه کاری بود؟ قبل از اینکه جامعه و مدرسه و خانواده بهتون بگن چی مهمه یا چی ارزشمنده. این سوال یه جورایی همه انتظارات جامعه، فشار برای موفقیت، ترس از قضاوت، همه اینا رو میزنه کنار و شما رو برمیگردونه به اون زمانی که یه کاری رو فقط و فقط برای لذت خالصش انجام میدادید. به اون حس بازیگوشی و کنجکاوی دوران بچگی فکر کنید. این سوال یه تلنگر محکمه برای اینکه از بی‌عملی و اون راحتی روی کاناپه فرار کنیم. هدف این نیست که یه کار ایدئال پیدا کنید. نه،
هدف اینه که خودتون رو مجبور به عمل کردن کنید حتی اگه اون کار کامل و بی‌نقص نباشه. نکته کلیدی اینه شما با نشستن و فکر کردن روی کاناپه نمیتونید بفهمید به چی علاقه دارید. شروع اشتیاق نتیجه عمل کرده، نه دلیلش. باید پاشید یه کاری بکنید تا بعدش بفهمید که اصلاً اون کار براتون مهمه یا نه. و میرسیم به سوال سوم. اینجا دوباره برمیگردیم سراغ اون ایده قدرتمند مرگ تا هر چیزی که غیر ضروریه را حذف کنیم و ببینیم تهش چی واقعاً اهمیت داره. پس فکر کردن به پایان بهترین راهه برای اینکه الان رو بفهمیم. وقتی بدونی وقتت محدوده دیگه اونو برای کارهای بی اهمیت تلف نمی کنی. ساده است. خب همه این ایده ها ما رو به یه نتیجه گیری نهایی و خیلی خیلی مهم میرسونه. و اون نتیجه گیری نهایی اینه: هدف یه گنج پنهان نیست که یه جایی منتظر باشه تا شما پیداش کنید. اصلاً اینجوری نیست. هدف یه چیزیه که شما خودتون قدم به قدم با عمل کردن و با آزمون و خطا میسازیدش. این جمله تکون دهنده بوکوفسکی کل این بحث رو توی عبارت خلاصه میکنه. یعنی یه چیزی پیدا کن که اونقدر برات مهمه که حاضری خودتو کامل وقفش کنی. حتی اگه این مسیر به چالش بکشتت، خستت کنه. یه چیزی که ارزش رنج بردن رو داشته باشه. و در نهایت ما شما رو با این سوال تنها میذاریم. دیگه دنبال یه هدف مبهم و انتزاعی نگردید. از خودتون بپرسید من چه مبارزه‌ای رو انتخاب میکنم؟ برای چی حاضرم سختی بکشم؟ مطمئن باشید جوابی که به این سوال میدید میتونه همه چیز رو تغییر بده.